مشکل دسترسی به اینستاگرام و فیسبوک در حال مطرح می شود که همین لحظه ها شمار کاربران شبکه رادیو آزادی در اینستاگرام به 1 میلیون نفر برابر می گردد. رادیو آزادی 3 سال پیش صفحه خود را در اینستاگرام باز کرد. طول این مدت تعدادی از شما بینندگان عزیز با فرستادن خبر و نوارها محتوای این صفحه را رنگین کردید و تعدادی هواداران شبکه ما تا رفت می افزاید. قبل از آغاز برنامه من از محرر بخش تاجیکی رادیو آزادی سیروژین اسلام پرسیدم که به 1 میلیون ابونه‌چی در چند مدت و چگونه رسیده؟ خب چنانکه که می‌بینید رقم ما 9999,000 است و به زودی 1 میلیون می شود. به این رقم ها یعنی به 1 میلیون در طول بیش از 3 سال رسیدیم. در این مدت ما متواصل هر روزه گزارش ها را، عکس ها را، ویدیو ها را میگذاشتیم، میماندیم و حداقل 1 نفر وقت آخر 2 نفری با این کار مشغول هستیم و باید بگویم که یگان وسایل اخباری تاجیکستان با اندازه آزادی بزرگ نیست در اینستاگرام و خواه دولتی باشد خواه غیر دولتی و با این ما بسیار افتخار میکنیم. سوال دیگری من این بود که به اینستاگرام آزادی تو چه اندازه اعتبار ویژه داده می شود؟ آزادی به اینستاگرام به یک واسطه خبری اعتبار ویژه می دهد. البته در مقایسه با فیسبوک یا یوتیوب البته ما کمتر نیرو مصرف کردیم، ولی باید گویم که وقت آخر خیلی با شدت کوشش داریم تصمیم خود را مثلا تقویت میدیم و بیشتر ویدیوها و عکس‌ها را میگذاریم. مثلا در اوایل نشر خود ما در رادیو آزادی مثلا 2 تا یا 3 تا عکس یا ویدیو میگذاشتیم. الان همه روزه حداقل 10 گزارش از جمله ویدیوها، لایف هک ها و عکس ها را میگذاریم که البته اعتبار ویژه ما را نشان میدهد. در آینده نیست البته کوشش میکنیم که این اینستاگرام یک نقشه خاصی داشته باشد برای ما و باوری دارم که آزادی نه تنها در اینستاگرام بلکه در دیگر شبکه ها از جمله فیسبوک و یوتیوب نیز پرچم برداری شبکه های اجتماعی تاجیکستان خواهد بود. تشکر. سیروژین اسلام بود که درباره اینستاگرام رادیو آزادی صحبت کرد.